waiting for next flight. مخلصان عزیز، سفر من امروز خیلی و خیلی طولانی است. از صبح در فرودگاه دبی قرار دارم و عین حال آمدم که برای خودم یگان خوراکی با لذت فرمایش بدم. مخلصان عزیز، من فراموش کردم برای شما یادرسان کنم فردا ساعت 19:00 به وقت دوشنبه در تلویزیون دوشنبه HD برنامه مرا تماشا کنین. خیلی که در اینجا نمیتونم امکانی تماشا کردن. This is my yummy food, Indian food. क्या बात है خیلی یک غذای با لذت چای میکنم. امیدوارم تیزی بد نیست. بعد مزه‌اش مادر نخوام میکنم. و رستورانی هندی را انتخاب کردم. آزیر چی غذا فرمایش ندارم. برام استوریز کنین، روان کنین کسانی که تماشا کردن. رحمت. یکم مونده اینجا تو قشته. مرش داره چی؟ زیخیم رفت. You're welcome guys. ترانه نگاری من تماشا کردین بچه ها؟ در یوتیوب کلیپش نگاه کردین؟ سلامت باشین عزیزان دلم. لطف دارین. You're a very beautiful girl. Your eyes is beautiful guys. Thank you. من عینی حال در فرودگاه پرواز نوبتی من انتظار هستم. راستی امروز شما گپ میزنم خستگی برطرف میشود. آخی چیکار میکنین؟ دلتان که به صورت نگاه نکنین. آخی بعضی تا میگوی مجبور میمونن که تلفنم با قبل دست پخش مستقیم مهرنگار را تماشا که مجبور تون میکنن. مثال ما در کسی معقول نباشه من او را پیگیری نمیکنم. برای خاطر حیرانی بعضی نفر میشم. خدا عقل فراست تون بده بعضی نفر. بسیار خنده‌آور است. Спасибо большое. من کجا رفتستم؟ من وطنی دیمم امریکا رفتستم. نیویورک سیتی. جامی دوستو فایکیه کی مجبور تون میکنه که با ما بگین با ما بسیار جالب شید. نه با وطن یگان مایده سری ما ویرون نمیشوم. I'm going New York guys. I'm right now in airport, Dubai airport, so waiting for my next flight. It's after, I don't know, 10 hours maybe, so I could wait. فارسی رو میفهمی عزیزم؟ چرا که نفهمم؟ زبانی اصلی ما فارسی است که تنها خطمون از شما فرق میکند. تمام. سلامت باشید هر یک شما برای من دعا کنین. سفری به خطر. ای اکای بهروز جان سلام. دل بخاطر رحمتی کلان. کسی اکای ما در اینستاگرام گالچکا گرفته. تبریکی زیاد باشش. همه کسا تبریکش میکنیم. Yo. Я тоже горжусь вами, Акажон. Рафти
ویروس نیاری با انشالله نمیارم خداوند نگهمون بداره نیک من انتیتیلا دارم علاقه بچه Sure guys, don't worry about me inshallah همه چی خوب میشوه قبول کنیم هم کسی سیاره جان سپاسی بسیار شما هم بهترینین رحمت کلان عزیزم فرهناز جان سلامت باشین خواهری عزیز اگه جمعه رو تماشا دارید شما میدونیم بچه ما همی علاقه تاجیکستان برامدم بسیار تاجیکستان علاقه یاد کردم